همین جمهوری ما هم خلاف است. یعنی کلمه خواجه که شد یعنی پرستارانشون در دیگر دولت ها برای مثال من 100% ترس نخوردم میگم که من حزب نهضت اسلام خواجگانش در بیرون است، حزب تحریر خواجگانش بیرون از دولت است، حزب الله خواجگانشون بیرون است و دیگر مخالفت و سوسیال دموکرات هم خواجگانشون از دیگر جا آنانی که خلاف دولت است، آنانی که به نان و نمک دولت کاست میگن، آنانی که با آسودگی و آرامی و امن امان جمهوری تاجیکستان مخالف هستند خواجگان بیرون و باز همان گروهی که در دوره امضا شدن سازشنامه استقرار صلح که رضا نبودند و تاجیکستان برآمد قسمت در روسیه است، قسم دیگر در دیگر دولت هست، اینها خواجگان بیرون هستند. جناب عالی همین چیز در نظر دارد. ای همه مهم تربیه فرزند. همین بسیار کودکان گفتن در وای پرتوفتگی تولد میکنند، روسیه میروند، همه را میپرتوند روسیه میبرند. این فقط برای همین در همین مسائل بسیار ناز برآمد کردند. همین نقطه مهمش بود به نظر شما. پشتو نه تمام پدر و مادر و پرتوفته تولد میکنند. اول اون تولد نکردن همین فرزند را باید تولد کردن باید که باید رسونن در دیدن و پرتوفتگی در هر جو پرتوفتگی هم مسئلهش بسیار معقول شد من Educaționă, deci am fost pozitiv. Noi se da să mai mașină radă, am dat cu. یعنی چیزی که دعوتون همین بالا بردن این معاش بود. شما خودتون کدام ساعت کار میکنید؟ ولی چیزی که خودتون میخواستید بشنوید چی بود در همین پیام؟ کدام موضوع را میخواستید پرزیدنت توجه کند؟ اساساً برای تربیتی میشه پدر مادر میشه دیگر فرزندان شما تربیت کنند برای میشه برنامه میشه سر برای مهاجر گفتن میرن روسیه و میشه بعد از اونجا دولت‌های خارجی رفتن میشه با تروریست میشه با اکستریسم میدن یا واقعا بعد میرن برای همین مثال سکونت گفتن اینو در هر نفر پدر مادر میشه فرزندان میشن از این جهت همین چیز خیلی میشه اینجا توش